тоҷикистон низ яке аз маконҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон эътироф шуда сол то сол теъдоди ҷаҳонгардон ба гӯшаву канори ҷумҳурӣ меафзояд. вақте сайёҳон ба ҳар гӯшаи дунё сафар мекунанд, ба худ армоғони аз ҳамон кишвар чун рамзи ёдгорӣ мебаранд. бо талошҳои ҳукумати мамлакат имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурӣ наздики 500 дукон ва зиёда аз 1000 гӯшаи фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ки бархеашон армоғонфурӯшӣ ҳаст, амал мекунанд. هر یک سیاح خارجی با خود البته یک ارمغان میبرد و این محصول ایجاد ما همچون یک محصول مالهای منطقه های تاریخی تاجیکستان زیادتر اعتراف شده است. چنانه که در اینجا میبینید ما مقبره استاد عبدالله ردکی که در پنجره موجود است این را ساخته ایم و اثری برای من بسیار پرقیمت است. ما از سنگ‌های آرایشی موره می‌سازیم، ما دستمانه می‌سازیم، ما گوشوارها می‌سازیم و چنانکه که مشاهده کردید همه سیاحان کشور از محصولات ما امروز بهره برداری می‌کنند. و ما با این افتخار داریم که در تاجیکستان کارخانه‌های بزرگ استحصال سنگ‌های آرایشی فعالیت دارد و جای‌های کاری بسیار خالی هستند که زنان، دختران، مادران می‌توانند آمده از هنر نیاگان ما بهره برداری کنند و با این سطح زندگی خودشان را بلند بردارند. مردم توجه به نمود کارت‌های یعنی خانگی برای روزگاری استفاده برنده و بسیارتر سیاحان می‌بینند برای که این کارت‌هایی که در اینجا از شاخه‌های حیوانات ساخته شده است طلب سیاحان به این خیلی زیاد میباشد. تاجیکستان خیلی مردمونش مهربونن، خیلی خوبه، هوای خیلی خوبی داره، شهرشون خیلی تمیزه، خیلی خوب، صنایع دستی فوق‌العاده عالی، همه چی فوق‌العاده است. اقدام مذکور از سال 2019 ادامه یافته امروز نتیجه‌های بلند به بار آورده است. این هنرمندان محصولات آفریده اشان را به فروش گذاشته از این حساب هم زندگی اشان را پیش میبرند و هم کشور تاجیکستان صاحب استقلال را در سطح جهان معرفی میکنند. به این خاطر هر سال میان هنرمندان و کاسبان شهر و نواحی کشور بهره رواج هنرهای دستی خاصتا ارمغان سازی، آزمون و فستیوال‌ها برگزار میگردد تا آنها محصول دسترنج خود را فراختر از ده معرفی کنند. همه میدونن که ما همین روزگار ما همین میپوشونیم میخوریم. مثال با همین جناب ولید رحمت که همین با مثال همین خیلی چهاربینی ها بسیار شوا ما خورسند باور کنید با خورسندتر که همین کسب اگر همین چهاربینی ها نمیشد ایبین میرفت. این بینی پیش نبودی خیلی چهاربینی ها کم بود. همین چهاربینی ها اگر نمیشد این بینی این ما یک کس با فوتبال خودش معرفی میکنه. ما با سواد مفید ملت معرفی کردیم، ما اینم خورسندیم. یک کس با گوشتیم خودش معرفی میکنه. من بگم بشینم هم صنفم هر دو تلفن میکنن که ما شما در تلویزیون دیم. این یک فخره برای ما. وقتی که در این نمایش ها همین چیزا رو تماشا میکنن، رحمت استاد دستتون در نبید، این برای همه تحفه بهترین. وقتی این گپ ها رو میشه میرید با خانه بگید باز یک چیزی عجایب تر سازند که با مقبولی دل خلق کردن. یک چیزهای دقت انگیز. مثلا من این دو پرنده من ساختم. من دو پرنده تماشا کنید، دو پرنده من. این پرنده با گاو زده شده است. قناتش برداشته، گاو همانداست که این حالانگی چه میگه آیلش جنگ کرده شده است. نصیحت کرد برای آنکه عائله مستحکم شدن با که همه چیزنده جای شوق انگیز جای عجایب و پرندند هم هست. این خیلی جاهاشو ما میبریم استاد رسام میبریم خیلی جا حالا آدم این چیزا فرق کنه نمیتونه. این خیلی جاهایی که ما کشیان رو داریم که در هر یک مال خود شعبه‌های بزرگان رو درج کنیم و چنانه که شما میبینید در این یک لوحه یادگاری استاد عبدالله ردکی مصرع‌های از استاد میرزا ترسونزاده آوریم که سرود ردکی شد زنده اکنون رسیده اوج فردوسی به گردون و ما برای تمام افتخارات این ملت فارس و تاجیک در روی دنیا همیشه کوششان را داریم که برای ترغیب این ادبیات بزرگ و مدنیت این ملت همیشه یک سهم داشته باشیم. نمایشگاه را اشتراک میکنیم. قزاقستان رفتیم،
به نزدیکی جای یکم گرفتیم در چی ناحیه در جای یکم گرفتیم. با این روز با اشتراک کردیم خیلی برای جامعه خیلی هنر تاج سرای هنرمند خور نمیشه. امروز ما از شهر خوجان بهترین محصولات صفاوی را همراه خود آوردیم. در اینجا شما دیده میتوانید یک چند محصولات کاری ما را اینچنین یکی از پیشرفت‌هاش این قاشین کاری می باشد که در نمای بیناها استفاده برده می شود که سالهای سال خدمت میکند. در اینجا کوزه های سفالین، طبقه برای آش پلاو، قندیل ها همش پورا سفالی دستی بوده. در حرارت 1000 درجه گرمی 2 مرتبه پخته می شود. خاک وطنی می باشد، خاک سرخ در ولایت سرخ بسیار است. از همان خاک استفاده می بریم. از گفته هنرمندان و کاسبان برمی‌آید که برگزاری چنین آزمون و فستیوال و دیگر همایش‌ها برای آنها امکان بیشتر فراهم می‌آورد تا آنها محصول دسترنج خود را به نمایش و فروش گذارند. هر یک آنها کار را از آماده کردن خردترین چیز در شکل ارمغان همچون یادگار از وطن ما برای سیاحان آغاز می‌کنند. سلام جان دیقان و فاضل ناصرov یکی از آنهایند. همیشه در کوشش آن هستیم که منطقه های بزرگ و تاریخی تاجیکستان را زیادتر انعکاس کرده باشیم و نه تنها از جهت معنوی در شعر در دیگر نوشتجات ها بلکه همچون یک اثری مادی که به دست گرفته می شود به چشم دیده می شود ما در زیادتر در این سمت کار میکنیم و چنانه که همگان میدانند منطقه سرازم تاریخ 5500 ساله دارد و حصار باستان تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و همه اینها در تشکیلات های بزرگ بین المللی جهانی اعتراف شدند و ما وظیفه دار میدانیم خود که زیادتر در ترغیب این منطقه ها کار کرده باشیم. بسیار چیزهایی که نو ساختیم آوردیم تا که خلق ببینن، لذت برن، تماشا کنن. که اصلا همین مثلا چیز ساختگی ما از مسائل جایداری خودمون است، از چوب‌هایی که در وطن خودمون میروید. وقتی که ما این چیزها رو به ساختن سر کردیم ما همین خیلی لایحه داشتیم که باید همین خیلی چیزها رو سازیم که بیشتر برای سیاحان مقبول باشه. یک سیمای مادری تاجیک است که همیشه با تاجیکان با مهمان‌نوازی خود بسیار در روی دنیا شهرتمند هستند و این همچون یک نشانی برکت است و در سبدی که در دست این زن هست این نان است، کلچه هست و در بالای سرش طبق آش است و همه این یک سیماهایی هست که ما هنرمندان وظیفه‌دار هستیم که شکل‌های فولکلوری این ملت را به جهانیان معرفی کرده باشیم، زیرا که هر یک ملت را با اسلوب لباس با شکل‌های گویم که ظاهری آنها میشناسند و زن تاجیک همیشه در بین گویم که اهل بشر زن‌های بشریت بسیار زن زیبا بود و چنین هم هست و ما کوشش میکنیم که این ابراز را چنین آفریم. مردم مهربونن، خونگرمن، نمیدونم معلومه خونگرم یا نه. صنایع دستیشون خیلی قشنگه، خوشگله مثل ایران. بعد شهرتون خیلی تمیزه، هیچ آشغالی نیست توی شهر هیچ آشغالی نیست، خیلی خوب. مردم با هم مهربونن، عصبانی نیستن، اینا خیلی خوب از تاجیکستان. در گلدان قلمدان های خود زیادتر انعکاس نمودن نقش های اطلس و چکن تاجیکانه که آن یک برای جهانیان یک گویم که دستاوردی نوی این ملت است و همیشه در کوشش آن هستیم که این دولت و ملتی که در روی دنیا با تاریخ و فرهنگ خویش و این چنین تمدن آفری خویش نام برآورده است همیشه سزاوار آن باشیم و در کوشش پیشرفت و دستیابی های نو در سمت هنرهای مردمی باشیم.
واقعا در آفریده‌های سلامجان دهقان و فاضل ناصرف که یکی در بخش چوبکاری و دیگری کلالگری برای قانع گردانیدن طلبات استتیکی مردم تهیه شده اند زحمت زیاد احساس کردید. آنها محصولات را به شکل زمانوی و هم قدیمه استفاده از نقش و نگار ملی که هر یکی آنها معنا و محتوای خود را داشتند پیشکش کردید. آفریده‌های آنها به مردم نه تنها احساس زیبایی میبخشد بلکه جنبه‌های تربیوی نیز در هر یک محصولات ساخته‌شان با سلیقه بلند انعکاس گردیده است. خب مستحکمی دولت نشان میده، بزرگی دولت نشان میده که دولت پر اقتدار این خیلی چیزای نگاه داره. کدام دولت پر اقتدار باشه رمزش عقاب است. همین یک عقاب این یکون پرنده آزاد است. در بلندی ها لانه میگذارد. در بلندی ها لانه میگذارد. یکان پرنده اون بلندی ها لانه نمیگذارد. فقط عقاب میگذارد. عقاب همین است که یک حالانگه یک آیله گیرد به همه آیله با آخر میرسد. یعنی درویگی ندارد. این پرنده یعنی خیلی که انسان باید از اینها یک عبرت گرفتنش دارد. این پرنده این تاثیر به انسان دارد. البته آدمایی هستند که دوست می‌دارند در خانه‌شون باشد بیشتر. همیشه در کوشش آن هستیم که مال‌های ما زیادتر یک جنبه تربیوی داشته باشد و در بسیاری از مال‌های خود ما در اینجا شعبه‌های بزرگان را ثبت می‌کنیم و اینجا ما 4 مصرع از استاد لایق نوشته‌ایم که ای شرق تو ابتدای خط و قلمی دروازه آفتابی زرین علمی البرز تو یا آبیده فردوسی یا منبر شعر و شاعران عجمی و تاجیکستان این گهواره شرق است و تمام تمدن‌های و پیشرفت بزرگ بشری وابسته است به همین منطقه شرق ما و ما با جمله بزرگان خود همیشه فخر میکنیم. 11 نمودش میسازم من. همین حاضر نو ساختیم با یکی دیگه است. حاضر ساعت ماندگی در اونی بعد جای تگی پایی و عقابه حالا ساعت کار میکنه. وقتی که تمام شد باتریش با اولشکر هم ممکن بمونه. این یک ناویگری شده با من. این تا حالا این که نبود ساعت. البته ما هم مثل زمانه پیشرفت شدیم. قفا نمیمونیم چون قفا مونه این استای و شویش نشون میدهد. با آخر رسیدش نشون میدهد. باید برابری قدمی زمانه شده نموده کار. برای دوختن هر یک لختک تاریخ را نظر کرده وابسته به اون چهره و سر و لباس لختک را میآفرم گفت خاله موهبه زین‌الدین‌آور. او وابسته به عرف و عادت‌های منطقه‌های کشور لختک‌های گوناگون را می‌سازد که هر یکی آنها انعکاسگری عنعنه و مراسم بوده با سر و لباس خاص زیب و زینت داده شده‌اند. زیخ میشینم من یک کار کرده میشینم. من لختک‌های با گزید می‌سازم. گزید قطعی می‌سازم. خیلی پیشتر بلته میکردم با زمانوی کره با گزید ساخت شده. من بار اول میام تاجیکستان 2 روز اومدم. خیلی خوبه. من دوست داشتم تاجیکستانو. هم فرهنگ مردمشونو هم آداب و رفتارشون با ما خیلی خوب بودن. مردمون خیلی خوبی دارن. ارمغانوی که من میسازم این ارمغانوی برای کشاورزان تعلق دارند چون که اسبابایی که ارمغان کردگیم این اسبابای برای خوجگی قشلوق بسیار قلای هستند. بعضی نوآوری‌ها هم کردگیم مثلا انا کارتوشک شنونک و هر چیزی که انا جدا می‌بینید اما نوآوری‌هایی که در خوجگی قشلوق هستند من به طرز ارمغان اینا را ساختم برای تماشابینان نشان میدم. در بسیار آزمون‌ها اشتراک کردم و بسیار موفقیت‌های به دست آوردم. من برای سایه‌ها هم تیار کردیم. این شمدان ایوان ساختگی من خودم آهنگر هستم. فرهنگشون خیلی قشنگ بود. با اینکه دفعه اول بود می اومدم اینجا همه چی خیلی برام قشنگ بود. بازم میایم احتمالاً بازم مسافرت داشته باشیم به تاجیکستان و اینکه مردمش خیلی خوب بودن. خیلی همه چی خوب بود. مرسی. نامبرده کارو از ساختن لختک‌های ساختی پیشین که از رشته چوب و تگمه‌ها آماده می‌شدند آغاز کرد و بعدتر با آفریدن لختک‌های تجسمگری سیمای ملی همچون ارمغان شروع کرد. میگوید در لختک‌های ساخته من بیشتر رسم و آیین‌های تاجیکان تجسم یافته است. از این خاطر بیشتر مهمانانی که به تاجیکستان میآیند از آن خریداری میکنند. یعنی با این رو میتوانیم فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کنیم. هر
هر کدامش فرق میکنه. هر خیلیله اینا تاجیکای مثال اینا سوغ بای کولو بای همین محلای تاجیکستان خودمون هر جای همش تاجیکای همش تاجیکستان ای. کار کردن خیلی دشوار. با سفال باید با شما صحبت کنید. بسیار نازکی‌های بسیار دارد. در کارگاه ما هم کلولگر هم نقاش هم کلولگری میکنن، هم محصولات رو در چرخ مثلا کوزه باشه در چرخ کلولگری میسازن و هم نقاشی میکنن. این آزمون با ما چی میتید؟ هر یک آزمون مثلا طلبات خودش دارد. مثلا ما با تیار میبینیم که با بهتر کار کنیم، با بهتر ژانر گوناگون با کار کنیم. مثلا از بس که در مکتب از صنف یک سنی 7 سالگی قبول میکنیم، مثلا 5 سال میخوانن اونجا با یا که مکتب تمام کرده باز میخوان که همین بردباری خودشون دوام تیم. مثلا من چقدر دست داد اروی طلبات انا طلبه ها باید بسیارتر پیشروی میشه. آینه مراد محمد و از ناحیه مرغاب و شمسیه حسن علی شایی و از ناحیه شغنان در این فستیوال آزمون اشتراک داشتند. یکی از آنها لیاقت خود را در سمت بازیچه سازی و دیگری در بخش کارکرد سنگ‌های قیمت بها پیشنهاد کردند که خیلی جالب دقت بودند. چیز و چوره‌ای که در اینجا دیده ایستادید همش کار دستی خود من می باشد. همین بافتگی‌هایی که بازیچه‌هایی رو که در اینجا دیده ایستادید از پشم تازه گوسفند تیار میکنیم، رشته را بعد بازیچه ها را تیار میکنیم. دقت سیاحان را بسیار به خود جلب می نماید. منتداری خیش را به محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که از نو هنرهای مردمی را زنده ساختند. باعث خوشنودی است که امروز هنرمندان ولایت مختار کوهستان بدخشان در این فستیوال جمهوری ارمغان‌ها اشتراک دارد و ما خرسندیم، خوشبختیم که امروز با ارمغان‌های بهترین در اینجا حضور داریم. اساساً سنگ‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان باعث خوشنودی است که ما دو کارخانه کلانترین اونجا داریم که با سنگ استحصال سنگ‌های آرایشی مشغول است و سرمه بدخشانی. چنانکه که مشاهده کردیم امروز نه اینکه توجه هموطنان ما بلکه سیاحان کشور به محصولات ارمغان‌های ما بسیار در سطح بلند قرار دارد. دیده ایستاده که سیاحان میآیند از محصولات دستی ما خریداری میکنند، با یک جهان تاثیرات از پیش ما میروند. ما کوشش میکنیم که این هنرهای مردمی، هنرهایی که نیاگان ما داشتند به آیندگان خود، به نسل نورس، به زنان و دختران خانشین آموزانیم و در آینده امید داریم که در تاجیکستان کارخانه های بزرگ استحصال سنگ های آرایشی بازم بسیارتر می شود. تماشای مسئول دستی هنرمندان بار دیگر ثابت می نماید که هنرهای ملی رسالت نگهداشت ارزش‌های فرهنگی داشته از نسل به نسل داده می شوند. این بانوان هنرمند میگویند هر چیزی که به واسطه مسئول دستی انسان است مورد توجه بیشتر جهانگردان قرار گرفته، قیمتش نیز بلند است. مارکاپولوی رو که ما ساخته از وای تیار کرده استیم، از رشته تیار کرده استیم، باز از یک نمود وای متریالی است که از همین متریال استفاده میبریم، بازیچه های بسیار تیار میکنیم. مقصد ساختن بازیچه مارکاپولو این دقت سیاحان رو به خود بیشتر جلب میکند. یعنی که مارکاپولو خودش یک چیز عجایبی است، یک ایوان عجایبی است که طرفهای ناحیه مرغاب بیشتر و به نظر می رسد. همین هنرهای ما در یعنی که نه فقط در تاجیکستان در تمام دنیا فهمونده دیده شود، ما با همین مقصد همین چیز و چوره همه بافتگی و دوختگی رو تیار میکنیم. چنانی که مشاهده کردید امروز با موره های بدخشانی آوردم که اساساً در توی و تماشا عروسا و او را می اندازند. دیده ایستادید که سیاحان به اونها هم توجه زیاد دارند، خریداری میکنند. این یک ارنامنت اوریای گرم خطا نمی شود، بسیار زیبا هستند و توجه سیاحان به آرایشات ملی ما در سطح بلند قرار دارد. نوع لباسشون پوشششون خیلی جالبه، خیلی رنگیه، خیلی شاده، قشنگه. برام خیلی قشنگ بود همه چی.
хоҷамурод яқубов иштирокчӣ аз ноҳияи варзоб ки саббат месозад мегӯяд барои мо ҳунармандон шароити мусоид фароҳам оварданд то мо ҳунари хешро инкишоф диҳем ва ҷавобан ба ин дастгириҳо барои бештару хубтар кардани маҳсулоти дастии хеш кӯшиш менамоем. таваҷҷӯҳи тамошобинон ба ин гӯша низ бештар равона гардида буд. шакали ки мебинед нон гирак омода сохтастем. این چیزی که می فرمایشی که می میجازان میتین ما همین اجرا میکنیم لیکن در این نمایشگاه ما چیزی که به دل خودمون مثل قفس میبافیم شکرگیرک میبافیم من به دل خودمون که همین توجه همین خارجی ها بسیار در مایده شد برای چی که بردن در چیز ایده برای ما با دستای خودمون این رو میسازیم. متریال هایی که در بدخشان هستند و اوانایی که در بدخشان موجود هستند ایامون اوانو خودمون تیار میکنیم. یگانجا اینا نمیخریم، یگانجا اینا چی نمیکنیم. با آتش میمونیم، آتش قطعی گرم میشود، بعد این سوخته نشو میتیم تیار میکنیم. درختی ضربه استفاده میبریم، از تود استفاده میرم. این هم نازکی خودش داره، همین وقتی کمتر نازکتر است. وقتی گرمی میشود نازکتر است. این ده بهترش همین زمستون ما بیشتر این استفاده میکنیم. قیش است، بقوت است. ای شلاش بهترین خود من فقط از ضربه استفاده بردگیم. شلاش بود کم است. شلاش بهترین خمچه و لیکن یافتنش قیمتر از قلپیسته میشه. لیکن باوی هم که مثال مجازان گویند که حتما ایشولاش ما در سبات باف میبافیم. ما اکنون اینه برای یه نمایش هم نه ما روزگارمون همین اویلان میبافه، فرزندان میبافه، ما روزگارمون همین حساب میبریم. از جریان نمایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری و یک زمره راهبران هنرمندان ساختارهای مربوطه دیدن نموده به هر یکی آنها بهای بلند دادند. قید گردید که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلام گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی به کشف پهلوهای تا هنوز نارفشن هنرهای ملی علل خصوص ارمغان سازی تکانی جدی بخشید. باعث افتخار است که همه روزه در جمهوری ما چنین چهاربینی‌ها برگزار می‌گردد و امروز ما در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان در فستیوال ارمغان بهترین من هنرمند ایوب عزیزجان از روی نومیناسیون ارمغان منتخبی اشتراک کرده بودم. 15 روز قبل در سطح ولایتی سزاوار جای اول گشته خرسندی من به حد بسیار است و امروز باشد در سطح جمهوری اشتراک دارم و ما از شهر استرافشان یعنی کارت‌های ملی ارمغان‌ها تحفه‌ها را آوردیم و در اینجا زیاده از 20 نمودی کارت‌های ملی استرافشان وجود دارد و ما این کارت‌ها را بسیارتر از شاخه‌های حیوان‌ها، چوب‌های چهارمغزها یعنی استفاده یعنی ساخته به سیاحان، مهمانان برای تحفه‌ها یعنی پیشنهاد می‌کنیم. اینا همه چیز استفاده می‌برن، کارچکه می‌گیرن، بلندتر کن بیان کارچکه گیرک، پیاز گیرک همه چیز روزگار به کار میره. مخصوصا دهات بسیار استفاده میبرن مردم، قرود میگیرن. از تمام چیزا تمام نمودی چیزا مثال من فرمایش میشه مرگونده همین میوگی هم میگیرن. مقصد ویران نمیشه این خیمیکات نیست. من ناتورال مثال چیزا این مثال چیزی که نیست که امروز کنیم برای نمایش پارتی ما زندگیمون ما روی همینه. اطلاع داده شد که در مملکت 18654 هنرمند از روی 167 کسب و هنر محصولات هنرمندی و کاسبی استحصال می‌نماید. حجم استحصال محصولات صنعتی هنرمندان سال 2022 به 66 میلیون سومانی، سال 2023 به 80 میلیون سومانی و سال 2024 به 102 میلیون سومانی رسید. محصولات استحصال شده از جمله همچون ارمغان به سیاحان داخلی و خارجی پیشنهاد گردیدند. کسب پدری باشد و من زیاده از 15 سال می شود که این کسب را از پدر آموخته و دوام دهنده همین کسب پدر
якҷоя бо падарам мебошам. Нозукии кор дар ҳамин аст ки бисёр кори хатарнок аст, бисёр кор ки уҷа тез мешавад хатарнок аст ва бисёртар ҳангоми дар ҳамон яъне оташ яъне алов кор кардан яъне ҳамон нозукии худро дорад ҳангоми истифодаи металл. ҳайати якамон аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо маҳсулоти ҳунармандӣ ба озмун пешниҳодшударо баҳогузорӣ намуда ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамзамон барои ҳамкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани озмун ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ифтихорнома ва сипосномаҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. به تو من ازم جگر خون با تو من شدم